سومان! سومان خوب هستی؟ خوبم. بیا زودتر کس زودتر بیا خودت رو بردار زود بیا با این حالا مرکز به محله ملتیپا به کوچه گل عاجلا گروه کنید. آیا این بچونی تشویش ضرورت دارد؟ بله دارد. اینجا باید اثبات شود که من سلیم را کشتم. امیدوارم که همین خیل است عارف. اگر این کار واقعا اثبات شود از همه زیاد من این را میخواهم. خب سامان تو از کجا فهمیده که ما اینجاییم؟ شخصی ناشناس زنگ زد. این سراغ را داده و گفت که قاتل شوهرت هم اینجاست. و وقتی که تو را اینجا دیدم، یعنی تو را دیده، گمان میکرده که قاتل عارف است. آره اما بفرمایید سردارم. خیریت که جواب میداده ای. نبوده سردارم. اصلا من و ظریف باید به شما زنگ میزدیم. حالا ظریف رو یک طرف مون یا توبه. صالح عارف جواب داد. او را به اینجا دعوت میکنم. تو آمدن او یگان کار نکن. التجا میکنم. حاضر میایم سردارم. ظریف این صاحب شد. خب میرویم. نپرسید که چی شد. رفتیم. گیره دوی رفتیم. اکا چون این عمل را از شما انتظار نبودم. خواهش میکنم سلاحتان را به من دهید. فرزندم را به من امانت نمیگذارند. او را از من گرفتن میخواند. عارف یوسف را خواستن از پدرش جدا کنند. او را به چاه پرتافتند. اما با اذن خدا بعد از چندی سالها باشد هم باز به دیدار هم رسیدن. همینطور نی؟ آره بسیار خوب گفتی، اما ما صبر یعقوب را نداریم عارف جان. اگر آن صبر در ما میشد کار به اینجا نمی رسید. نازیه دخترم سرد مرا سرد مادر دخترم.
عارف نازیه اینجا بیا. دخترم مادامی که با سخن مانع این کار شده نتوانسته، مرگ ما بهتر است از زنده بودن ما. شما چی کار میکنید؟ مرگ برای ما بسیار است، اما زندگی برایمان شکر. اکنون نه تنها حیات خودتان بلکه حیات ما نیز در نوک انگشت شماست. سلاح‌هایتون رو گذارید دیوانه ها، فرارید. به شما امر میکنم. امر سنگ را میشکافد، اما در برابر حق امر نیست، ناتوان است. اگر شبهه داشته باشید پرانید. اگر شبهه داشته باشید پرانید و بعد ما نیز با شما میپیوندیم. جان سلاحتان رو گذارید، التجا میکنم، خواهش میکنم دادا جان این کارو نکنید.
من نازیه پدرت را با من امانت بذار. خب خودت اپای سمنت را سخت آغوش گیر. خب زودتر بیا نازیه. شما چیکار کردید؟ تو همش میگذارد همه این میگذارد شما نازیه دخترم همش میگذارد اکا جون اکا دیگر به این کار دست نده. اکا چرا این کار کردی؟ همین پسری من چند هفته باز به چرابینی حافظان آمادگی میبیند. وقتی که در لباسش چای ریزان تمام روز گریست کودک بیچاره. بهرش لباس میخریم خواطر نباشد. جمال جان از منطقه بیرون بر اومدیم باز گپ نشنویم. نه اکا جان دو درکم نسیم حافظ میشود که پروا نکنید. با دقت گروه هایی که نزدیکند زود به محله مرکزی روند. خبر رسید که در باغچه خانه دو آشانه کودک بینظارت مانده است. تکرار میکنم گروه هایی که به این محله نزدیکند زود به جای حادثه روند. زود به جای حادثه حاضر شوند. جمال این همون محل است که حالا ما میرویم. دکانی لباس نیست آنجاست. مرکز گوش میکند. 6472 مرکز گوش میکند. تقریبا بعد از 2 دقیقه به جای حادثه خواهیم رسید. فهمو 6472 رفتیم. حل شد خبر رسید. بچه ها آمدنشان رو منتظر میشویم. ببینند که کودک نیست البته در ما را میکوبند. اگر نوبدار باشد 2 نفرند زود آنها را کشته میگریزیم. همین طور جفت نابود میسازیم. آهسته آهسته همشان را نیست میکنیم. اکنون همه به جای خود. فهمه؟ فهمیده. اصلا غمگین بودم که در مراسم حافظ شدن پسرم ناخوشی رخ داد. نصیبی رفته گرفتنی کودک بیچاره بوده است. هم لباس پسرتون را میگیری و هم کودک را. هنگامی سزاوار شدن به نام حافظی ثوابی دوچند میگیرد. الحمدلله. با فکرم همین دوست. 6472 مرکز در محله مرکزی 24 قرار داریم. برای تفتیشات از ماشین بیرون میشویم. فهمو 6472 جمال در اینجا کودک نمایان نیست کو؟ آرامی اینجا به من معقول نشد. تا خانسر و سیما نشد. نه چی میشود؟ نیم ساعت ماند باید برسیم. حالا باز لباس گرفتنمون لازم. هیچ چیز نیست جمال. اگر از خانه زنگ زده باشن انیق کودک رو به خانه در آوردن.
حقان خوب است برادر. آواز براره. زیاد از بدنم ریخت برادر. این رو به اینجا میگذاریم. خب اکنون بسم الله. سمن تو خواطر می نمایی. بیا هر چیزی که در دل داری بگوی. میخواهم با تمامی وجودم به تو باور کنم و آرزوی آن را دارم که هر آنچه که در دل اندیشه دارم روی این نوارها بینم. هر آن چیزی که در دل داری به زبان بیار. میخواهم بینم که قاتل سلیم تو نباشی عارف. میبینی سمن، من نیز خواهان آنم که حقیقت روی آب برآید. البته که با یاری متصدی سیستم های تکنولوژی برادرم ظریف. نه برادر، کار نمی کند بلازر. خدا نوارو گرفته نتوانستم. ولی اگر نسخه همه اینها را به جای دیگر گیرم که آن هم کار سهل نیست، اما کاری نمیشدگی نیست. انا آن وقت شاید یعنی حالا دیدن نمیتوانیم. خواهرکم، کاری تکنولوژی و مانند پختن کباب نیست که نپخت آب از سری نو. این طرف نمیشود داخل کار کنه. زودتر بچه‌ها، زودتر باشید. کارلوس چیکار باش؟ کمی برایم. دو نوبتدار به دام نوبکاران افتادند. زود رفتن لازم. تا حال زد و خور ادامه دارد. زود باش ظریف، زود. رفتیم. زودتر باشه بچه‌ها. رفتیم. از پای کار. حالا وقتی این نیست. رفتن لازم. عملیات سر شد آخر. زودتر باشه. زودتر. جمال یاری ده. زود باش جمال. حقان طاقت کنه برادرم. طاقت کنه فهمیده. شاه جمال، شاه بیاید آقا. زود بیاید. زودتر. سبیل گوش کن، من میمیرم. چه خیل میمیری؟ میخیل نگو. ما رو نسیم انتظار. لباسش رو انتظار است. بهرم قرآن میکنم. اونی که رو پوش کردش از بار خواهنگش میشم. جمعه وعده ده که او لباس رو پوشیده حافظ قرآن میشم. وعده میدیم. شد. از اینجا روز به دکان میرم. از اونجا به ماروسی میرویم. من به اون دنیا میرم. در سری مزارم مونید که پسرم قرآن بخواند که نزد خداوند باشه مشرف بروم. حقان برادرم. تمام شدم. نه کوهمان نه دشت اکنون به شهر آمدن. این چه حال است؟ این چه حال؟ خائن بدان میافتاند. ناگهان حمله میکند. با این همه میخواهد پلیس را غفلت گیر کند.
فکر میکنم که ما گروهی کوچکیم و دست پا خورده میشویم ها؟ هیچگاه جنگی خود را از خاطر نمیبراری برادر. اگر غالب شوی هم جایت را ترک نمیکنی، حتی یک قدم نمیگذاری. هرگز قدم نمیگذارم. یک بار هجوم میکنم، خواطر ساخته رو یک جای میبردارم. خدا گوید که برادرهایمان در این زد و خورد زنده باشند. انشاءالله. این قدر ماشین خودش چی که پسته هم بلا زند. کارلا زودتر باش، زودتر راحت را یاب نباشد نمیرسیم. اکا زود میرویم و لیکن آخر این احوال را بینیدن. حاضر من میدونم چی کار کنم. جمال سلاحت را با من ده و خودت برس. رو لباسی پسرم رو بر. اینجا یا با مراسم فراخوانی پسر شما میرویم یا با گورستان، دیگر هیچ کجا. خودت رو نجات ده. یک چند تیر دیگر هست. بار دیگر حمله کرده میتوانم. بابا جان، پدرم لباسم رو می آورده باشم. مانندی خوجه خیزر میرساند انشالله. دیگران مباش. رو به نظیر رفیقانت رو. مایلش بابا جان. ساز رفته ماشین را کار کند. چرا خاموش شدن آقا؟ گوریز آخیر. خود را به دست گیرد بخورم. یک جایم میرم. لا اله برادرم. افتادگان را به دامی خود می‌افکنم. به دامی خود. اومدم برادرم، اومدم. خودم نجات میدم. همین دیگه خود کنم. یه شبه بیشرف بود. شست و چهار 72 احوالتان چطور است؟ من خوبم. حاکان یردار است. احوالش وزنی شد شما خود را نمایان نکنید. کمی دیگر طاقت کنید. اما مالش جمال دیگر نمیتوانم. طاقت کنید برادرم. تازه
تازه آفرین برادرها آفرین. اکای عارف باز یگان شغال ماند. شرها آیان شغالها فرار میکنن. کارلوس تو چه حال داری؟ زحمتون رو گذاشتید اکا. همه همیشه. آفرین برادرها. خدا از شما راضی باشد. اله رفت. تشکر به همه. طاقت کنید برادرم. طاقت. احوالاتون چطور برادر؟ برادرم حاکم یاره‌دار شده است. من حاضر لباس نسیم رو گرفتم میبرم. مالش برادر. السلام علیکم. نامش چیست؟ این حاکم است. حاکم برادر خود را به دست گیر. انسان بهترین بوده برادر. جانت را سپر کرده و برادرت را نپنداخته. ماشین بود میتوانستی فرار کنی. نخود من برادرم رو پرتایم. جانم فدایش بادا. تمام شد. یاره تجلی آمد. آرام باش. خدا خواهد نجات میابی. تو که نگریختی اول خدا بعد ما همه آنها را نابود ساختیم. الهی همیشه همین با جسارت باشی. اکا پسرشون مراسم قرآن خوانی دارند. باید با او لباسش رو ببرم. میبریم برادرم فقط تو راحت باش. پسرم مرا انتظار. همین است وصیت من. خود را به دست گیر. حاکم هم عسکریش را میبینی هم دامادیش را انشاءالله. ظریف تو اینجا با او باش. خب برادرم تو با من بیا. در پناه خدا باش. حاضر میآیم. نگران نباش برادر. لباس پسرت را برده میرسانند انشاءالله. اماکی جمال پدرم کجایم؟ عاجلا کارشون برآمد. میآیند انشاءالله. نسیم جان من عارف. پدرت گفت که پسری من بسیار خوب قرائت میکنه. فرصت را از دست ندهم. گفت زود آمدم. این را گیر. پدرت روان کرد. نه پناه بوده است. خیر رفته پشت نسیم جان. را پسرم را. خوش جمال روی راست گپ زن. چی واقع شد؟ خوش امک جان نام من عارف امیر. نیم ساعت پیش عملیات جدی شده گذشت. برادرمان حاکم قهرمانه خوب نشان داد اما متاسفانه زخم برداشت. حالا در بیمارخانه است. پسرم امک امک جان نباید نسیم از این حال خبردار شود. خدایا من تیار. بسیار عالی. نسیم جان به تو میزیبم. زیبیده است. نصیب کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خیریت که سلاح را به سر دیگر کس نه به سر خودت گذاشتی. هنگامی بیان کردن حادثه در امنیت بسیار رنج دیدمی. نه خود من به هیچ چیز به سر کسی سلاح گذارم. صالح، اما باز هم میخواهند تو را آزاد کنند. با این احوال من به کجا میروم؟ گفتند اگر لازم باشد به نفقه میبراریم. این خیل نمی شود. احتمال است که پایهای من البته شفا مییابند. برای صحت شدن شاید سالها سپری می شود. صالح، صالح، آخر چی کار میکنی؟ صالح، چی کار کردنی؟ مدیر، لطفاً صالح، شین راهی دراز با قدم اولین آغاز میگردد. شاهد اولین قدمم شماید مدیر. به گردن من آنقدر باری گران میگذاری صالح، اما اگر لازم آید گردنم را پخش کرده گذر صالح. از آن که با این احوال به نفقه برایم بهتر است که بالای این کرسی شهید شوم. الها از اینجا خبری خوش شنویم تا به نزد نسیم با مژده برگردیم. دیدید ها که چگونه ما رو به دام افتاندند. خبری بعد روز داده پلیس رو به دام خود میبرند. جسارتی که شما نشان دادید برای مغلوب ساختن 10 تروریست زمینه گذاشت. کی میداند که چقدر دام ما را انتظار است. حکم جانم پسرکم، جان و جگرم. جمال پسر من کجاست؟ جمال گپ زن. خدا شاهد که جانم را سپر کردم مادر جان. پسر من کجاست؟ مرا نزد او برد. آرام شوید مادر جان. نزد پسرم برد. آرام شوید خدا به دست گیرد مادر جان. پسر من جان و جگر من کجاست؟ او را به من نشان دهد. نشان دهد. آرام شوید مادر جان.
خبر را شنیده دویده آمدم. حتی پای افسال را هم نپوشیدم. کجاست؟ حقان من کجاست؟ جان و جیگری مرا به من نشان دهید. نشان دهید پسرکم را به من هم زیر نشان نظارت. دهید. ما هم در آمدن نمیتوانیم. انتظاریم. خوب میشود انشاءالله. مادر، اکای جمیل، تا پولی تاکسی را دادم که دویده آمدم. احوال یکم شده. برادرت اونجاست. ما نیز انتظاریم. چگونه در مرکز شهر این کار میشود؟ نخواد که نه امنیت نوار گیرک نداشته باشد. شما چی کار میکرده؟ مردمی آنها افتیدیم یوسف. با قدر توانمون مبارزه برده. مانده؟ نخواد آنها در شهر تیرپرانی کردن. شما در کجا بودید؟ پسرکم کجاست پسرم؟ کجاست پسرم جگر بندم؟ خدایا خداوندم. کیست؟ تیری لعنتی با آدمی بیگناه رسد. همه در کیف و صفا. پسرکم همه در کیف و صفا. آرام شوید جناب. گوش کن دادر، برادرت مثل قهرمان حقیقی جنگید. اگر بیمیره چی؟ چی کار میکنید؟ میداری آهنین میدهید؟ احوال یکم چیل دکتر؟ چی شد دکتر؟ گپ زنه داخیر. افسوس. خدا صبر عطا کند. مدد یا نور عین محمد مصطفى، مدد یا جر پاره زهرا، مدد یا شهید کربلا. آمان söyle Hüseyin'i. مادر جان آرام شد. خود رو به درس بگیر. خواهش می‌کنم.
پسرم تاماد راست کنید پسر جانم تاماد سر بالا کنید شما به پا خیزید تاماد در برابر این بیناموسان به پا خیزید برخیزید مادر جان حقا که پسرتان ما را نظاره دارد برخیزید تا به شهید سلام گوییم خواهش میکنم برخیزید مادر جان همه تون برخیزید گفتم کسی نگرید برخیزید کسی غمگین نشود همیشه استوار باشید شمایان به وطن صادق باشید اتفاق باشید پسرم از شربت شهیدی نوش کرد آیا از این بالاتر چیزی هست؟ اگر 1000 فرزند می داشتم همشون را فدای وطنم می کردم همشون فدای شما بود پسرم خداوند مقام شهید را به ما نیز نصیب بکند آمین نباید چون حاقان خون جانیساران وطن ریزد. عارف از تو یک خواهش دارم. بفرما جمال. من هم میخواهم به گروه شما شامل باشم. میخواهم در یک جایگی با شما بر ضد این نابکاران مبارزه برم. باورم نمیآید. عارف شوهرم را عارف برانده بوده است. قاتل شوهرم عارف. من این کارایی خیلی نمیگذارم. با من ده، من هم همون رو میتونم. خدا میکنم. یک روی میکند یک روی. من هم گفتم میگوید که این مثل ناقل های کامپیوتر نه. همه کار از دستم میآید. گرچنده مثل تو اختصاصم الکتریک نباشد هم، اما این کار را هم میتوانم. زیاد کردی، بیا مان. ما علامدان رو درست کردیم.
ولی هزم لازم است هزم اجای بولتا کجا باشد اکا لیکن ناقل های خانه‌تان را مثل میدان های المپی کرده ما. سلامت باشید بچه ها. باز من فکر میکردم که از دست شما فقط حمله کردن میاد خلاص. اکا کار اینها فقط بستن و کشیدن این روی من بولتا رو نیافتم. من یافتم انا من رو جلسه دید. چرا میخندی؟ و یگان جای من شده است. برادر در خفا یک تبر بود. من همه رو میکفتم اما این دیوانه باشه رفته تو را آورده. چیکار میکردی تبر؟ هیزم شکستم. انا شکستم من. اینها رو چطور شکستی؟ انا این خیلی در حقیقت ما رو حیران کردی. زنگوله رو هم درست کرده است. در رو کشو آخه. مایلش خود زود هنگام امضا کردن عریضه شکایتی عارف امیر کمی به اندیشه فرو رفته بودم، ولی اکنون میدانم که کاری درست کردم. سبب این سیدی است مدیر. این را از کجا دریافت کردید؟ از شخص نامعلومی خبر رسان. با این نوارها استنتاق شدید خواهد گذشت. عارف امیر باید در حال زیر نظارت قرار داده شود و باید پاداش عملش را بدهد جناب مدیر. معلوم شد که قوطی پوچتاتون سوخته است. من نوش رو میسازم. انا این به شما. اوراقی رسمی چی باشد عجبا؟ بخیر است اکای صالح. بچه ها از شما بسیار مینت دارم که جمع شده خانه مرا تعمیر و برقرار کردید. تشکر زیاد بچه ها. اما خانومی من، مقصد خانومم از من جدا شدن است. آن این باشد خط طلاق. خوب گفتند. خاک پایش را زر کردم، خوش دامنم گفت چرا الماس نه. نخواد که افسوس سردارم، صد افسوس. صرف برای اون که تو جدا شدن را قبول کردی من دعوا نمیکنم. آخر وی در خانه من چیکارهای نکرد؟ قسم به خدا که حیاتش را میسوزاندم. میدانم مادر، همه چپه و راسته شد. اگر این روی حل مسئله باشد بگذار همین خیل شود. اگر از جدا شوی دست کشد هم این برای او درس میشود. من بعد در یگان جای خوب کار میکند. با خدا گفتن کار بود نمیشود. دادا جانم مرا نپرتوفته است و نمیپرتوید. میبینید ایست من با او گپ میزنم. بس رو گشت میبرم همه چیز رو فراموش میکند. آخر او کودک است کودک.
همه این حق است. این نشان داد ها را بینید. این کشتار نیست. این گونه بخشد. این گونه جنایت می شود. در کجای دنیا چنین وحشانیت است؟ باید کسی به این همه نقطه گذارد. نقطه. خوب شما گفته میتوانید که این وحشانیت در کجا رخ داده است؟ مکانش را گویید تا با مسئولین پیشرفت نمایید. میگویم، البته میگویم. این دهشت در محله مرکزی جریان دارد و کسی از این عملهای نامطلوب خبر هم ندارد. مسئولین پیشگیری نمیکنند. این وحشانیت را اما این همون محله نیست که پدرم یاددار شدن و مسئولین را به چاره‌جویی دعوت می‌نماییم. عیناً همونجا. بسیار خوب. ما نیز می‌خواهیم به همه اداره‌های داخلدار پیشرفت نماییم که در محله‌های مذکور سگ‌های کوچه را می‌کشند. ظلم است آنجا. پلیس چیکار می‌کند؟ باری حمله کرده است؟ این طور نمی‌شود. ما باید امک جان، حالا خاک قبری اکام خشک نشده. کار اینها را بینه. اکای من در آن محله شهید شد. درباره او سخن نگفته. درباره سگ‌های محله گپ می‌زنم. امک جانم التجا میکنم عصبی نشوید. پدرم را سخت یاد کردم. اکنون شما به جای پدرم هستید. یوسف تو چی کار میکنی؟ در دستت چیست؟ مادر حالا ناموس یکم را از من میپرسند. از خانه ای که شهید برآورد از ناموسش نیز میپرسند. به من ده سلاح را. نه مادر نه. سلاحت را بده. در تلویزیون گپ میزنند اما از سوزی دل ما خبر ندارند. هیچ چیز خبر ندارند. من جان پسرم را برای این وطن فدا کردم، اما نمیگذارم که غضب تو را به قتل رساند. نمیگویم مادر نه. سلاحت را به من بده. به من نرسید. به من بده گفتم. تو به سخنهای مادرت گوش نمیدهی. ماند مرا کامور نشوید. بده گفتم سلاحت را بده. یوسف مرا به حالم گذاره. یوسف جان از برای خدا ایستا. حقانم رفت. اگر شهید شد یوسف. ایستا یوسف جان. امک جان ایستا. ناموس خانم پرچم بابا باید این را بفهمم. خدا جان میدهد. اما چرا تو با جانت جبر میکنی یوسف؟ سر جانم یوسف جانم. ایستا صبر کن. مادر نرسید با من. صبر کن ایستا از برای خدا صبر کن. بیبی جانم اکنون چی کار میکنی؟ اکد از این کارت راضی نمیشود. برگرد یوسف جانم برگرد. امک یوسف مادر جان چی شد؟ جمال تو را خدا آورده رساند. یوسف باز دیوانه شد. او را در راه دیدم. جیغ زدم اما نشنید. با تاکسی سوار شد و رفت. اوه جمال یوسف به دست سلاح گرفت و رفت. برادرت دیوانه شد. او را نجات ده. نوار را من دیدم. سلی مثل عارف برادری شما بود. عارف او را کشت میگویم. همین عارف نبود که گفت بیایید رفته جای حادثه را بینیم. اگر اون میکشت مگر این کارا میکرد؟ یک جای همون دیس را یافتیم. همانجا بودی که قریب نابکارها از ما دیس را میره بودن. دیس را پاره کردن. من دیده نتوانستم. تو از کجا دیدی؟ اون طرفش با ما معلوم دی، اما باید با حادثه خالصانه نگریم. چی خیل خالصانه؟ چی خیل؟ من نمیفهمم چرا تنها شاهین مرا دستگیری میکند. تو چی میگویی بولتا؟ این کاری مفتشان سپه سمن. گفته های اکی ساله را شنیده. من با اکی ساله راضیم. از این عملهایتان استخوان‌های سلیم به درد می‌دراید. اما شما با این کارهایتان عارف را تهمت میکنید. سمن میشود که همون نوارها را من بینم. تنها یک سیدی بود که آن را من به امنیت سپردم. دیدم گفت ظریف. مگر دروغ میگوید؟ حقیقت آشکار خواهد شد. سپس همه سخنهای مرا تصدیق خواهد کرد.
ببخشید شما کجا؟ حالا پخش مستقیم است. من هم میخوام که در آنجا یکشان سخن گویم. ما هر کس رو با پخش مستقیم راه داده نمیتوانیم. نمیتوانید؟ اما برای برنامه‌های خانه‌دار شوی از تمام شهر آدم جمع کرده میتوانید کو؟ این کاری منه. لطفاً با بیرون بروید. من همچون بیننده فکری خودم را گفتن میخواهم برادر. من دادری شهید هستم. جوان خوب، التماس خواهش میکنم. سعادت راستش رو گویم من این خیل شدنش رو نمیخواستم، اما به فکر من این یگانه راه درست است. ساله تعمیر خانه به انجام رسید. اکنون برق هم گرمی هم هست. نازیه را گیر و بیا سعادت. نمیتوانم. در نزد مادرم با سیلو. درست، مرا ببخش. در هر صورت من نباید این طور میکردم. نازیه تو را یاد میکند. شاید بار او را نزد تو بیارم. به شما من در این خانه چیکار کنم سعادت؟ طبابت در چی حال است؟ دکترها چی میگویند؟ طبابت جسمانی این و آن. خودت را احتیاط کن ساله. خدا حافظ سعادت جان. روزتان بخیر. تشکر. تو همونه نیستی که سگا را پشتیبانی چی میکنی؟ میخواید از من؟ رنگ و بارد را تازه کردن میمون شده ای. من با تو چی گفتم؟ راز اینجا؟ کاری تو نباشد. کوچه همزان شماست. تو اینجا بیا. این آدم دشمن حیوانات است. او را از اینجا دور کنید. از اینجا به خوبی. من دادری پلیسم. دادری شهید. پیش درا. رو گرد. کنی زودتر. پیش. زودتر آمد. درا کشا. درا کشا میگویم. درا کشا که سرش رو مایده میکنم. درا کشا میگویم. درا کشا ایدون. ستاره تلویزیون می آید. باد پیش. رو گرد. زود. алло акай ориф ман ҷамол юсуф додари ҳоқон аз хона силоҳ гирифта баромадааст. шуморо хабардор кунам гуфтам, шояд хабаре мерасад. боз ягон беақлӣ накунад. хуб, хавотир нашав. агар ягон хабар ояд дарҳол мудохила мекунем. ташаккур акаҷон, саломат бошед. ака камтар зудтар рафта метавонем? кӯдак, кӯдак. اوه این پسر یگان بالا رو به سر می آرد. اوه این یگان کار می کند. اوه همسایه ها من چیکار کنم؟ دست گیرید. با جمال گفت که خدا خواهد او رو می آبد. فقط شما آروم شدید. آروم شدید. خدایا خداوند پسرم را نگهبان باش. خدایا خودت مدد کن یا رب. وای بس این طرف زود باش. بپش. انا در همین جا. بای خبر میبرن در هم جیغ زنید. او را هم بیارید. حالا برنامه تمام نشده است. یوسف حیدرم رو دعوت کردیم. گوید که حیدر رو برآمد میکند.
زود خانم فریده رو دعوت کنید. من رو نجادید بگوید زود باشید. زود باشید نیستید. زودتر فریده رو جزنید. من رو نجادید بگویم. به این طرف. زود. بجشین. زودتر. من مجبورم این کارو کنم. طلب داره که در پخش مستقیم سخن گویم. خب اگر پخش مستقیم باشد میلش. چه پیچیر داره؟ ای زنی بی عقل، مگر مشهور شدن نمیخواهی؟ بیا زود قهرمان شو. انا دیدید چی میخواهد؟ با رهبر شبکه گپ زنید. گویید که پخش مستقیم رو از اینجا آغاز کنند. شما ما رو نقض فهمیدید؟ بله رفیق کمیسر. زود باش. اوه عکای عاریف خسته نباشید. شاهانه است کنی مرحمت. تشکر حربی تشکر. بخیر است؟ همه آب در دهان گرفته اید؟ خب خاموش آوازتان نمی براید؟ گذاشتین. معلوم که امروز یگان کاری فراغتی پیدا نشده است. این را بینه همه قاش و قواق کردند. به نظرت می نماید. سلیم را تو کشته میگویند. آیا تو کشتی؟ ای وای. 1 ساعت شد گپ میزنیم روی روز گفتن در کار. آخر برادر یک بار آدم بر این رفتار کن. یک بار بالتا نشو از برای خدا. باز این گپ از کجا برآمد؟ وای اپی سومن اومده بود اکا؟ آیا سومن این گپ را گفت؟ نه اکا همین خیلی آمد و کمی صحبت کرد و رفت. شما باشد باور کردید همین طور؟ نه آخر عارف چرا عصبی میشوی؟ بچه ها اگر تهمت از روزن درآید دوستی از در بیرون می رود. کاری خوب نکردیم. ای بولتا فقط تو سبب همین گونه کارها میشوی. من چی گفتم آخر؟ برادر نخواد این خیل خبر رو همین خیل گویی ها؟ من رفته با او گپ میزنم. تو به گفته های آنها گوش نده. اصلی واقعه را فهمیده میبره. ظریف یک لحظه ما را تنها میگذاری؟ خواهی یک عمر برای سلیم عزا دار و تمام عمر به کسی خانه‌دار نشو. اما مرا به کشتار متهم کرده نمیتوانی. میتوانم و میکنم. تو فکر کردی که این کارها را فراموش کردم و دیروز گذشته به نزد تو برمیگردم؟ با این همه شبهه کردن تو دیگر امکان ندارد. آره امکان ندارد. تو چطور مرا در نزد همه قاتل میگویی؟ چرا از پس من گپ میزنی؟ دیدم عارف، همه‌اش را دیدم. اکنون میباید محافظ خود باش. چگونه که سلیم را در حادثه قربان شد میگویند. با دقت باش که راز تو نیست قربانی تیری ناگهانی نشوی. جان مرا گرفتن میخواهی؟ ما را سنگ بیگانه زخمی کرده نمیتوانند، اما برای گرفتن جان ما یک اغوای دوست بسنده است. این را تو میگویی؟ بین مرا به چه حالت گرفتار کرده ای؟ همه این درد و علم را تو به من داده ای. عاشق هم باشم این را دان که همه عاشق مجنون نیست. عشق آمد گفتم فکر کردی که عقل از سرت میپرد؟ اگر مشقت بینم از تو بینم. یک چیز دارم فقط جان. اگر خواهی این را هم بگیر سمن.
جان من فدای تو باد. زود باشید بچه‌ها، زود باشید. الان فرصتی خوب به دست آمد. فکر کنه که با انتقام گرفتن خوشبخت میشوی. بیا چون چرا رو برای سلاحت نیسته. بیا زودتر. همین عملیات بگذار روز مرگ من بود. دیر میشود بچه‌ها، زودتر. نجوم در این برنامه بجایی برادری من درباره سگای کوچه بحث میکنند. اما نام برادری من در هیچ کجا نیست. حاضر تهیهگران این برنامه برای کارشان جواب میدهند. یوسف تمام، دیگر زیر نظارت ماست. وای بین که آمدن. یوسف خود را به دست گیر، خواهش میکنم آرام باش. بچه ها جنایتکار را میشناسم. با جمال تماس گیرید، گویید که عارف آدمی میجسته گند را یافت. زود به اینجا بیاید. دیگر همه آماده فرمان نوبتی باشند. یوسف دادرک، عصبی بودنت را میدانستم ولی تا این حد بودنش را نمیدانستم. انا هر دو این مرا عصبی کردم. چی خیل شد؟ برنامه به شما معقول شد؟ معقول شد؟ مجبوریم که برنامه را قطع کنیم یوسف. البته من دیوانه بودم. پخش را قطع کنید، کسی نبیند. انا بعد بکشید. گشکان من باور دارم که آرامانه این کار را حل کرده میتوانیم. اینطور باشد تو هم شین فهمان مگر آنجا نبودی؟ اکم را چطور به قدر رساندم فهمان. اینها باشن درباره سگای کوچک گپ میزنن. یوسف آرام باش. اینها را میکشم. شد آرام باش. باز یگان نامخولی نکنی. با اون طرف. آرام باش یوسف. آرام. گذر شین. آرام. عارف جمیل رسید و آمد. آقای جمیل. مرحمت جمال. این نوارگیران بالا بودنده اینقدر آدمانی بسیار را جمع کردند. یوسف برادرم یگون بلو رو به سر ما نوار. اگر اکد اینجا میبود چی میگفت؟ چی میگفت؟ دادری قهرمان میگفت. نه به فکرم یوسف دادرم اگر برادرت میشود میگفت که سلاحت را گذار. بیا یوسف بس سکنم سلاحت را ده. نجوم نکنی کار رو یوسف. مخصوص همه چیز داره. اکای من چی داشت نه؟ شد خود را رنگ با میتراشد. از دستتان چی آمد؟ صورتان پداشد یگون حرکتی زیادتی نکند. شد کارلوس سومان میتوانید پرانید. ایستد نپرانید. یوسف صدقه چشمانه پراندن اجازت شد. پران مرا. پران میگویم. پران. نجوم بد. پران. ایستد. پران مرا. میدونی وقتی که روز اول با کار شروع کردیم برادرت چی گفته بود؟ تو رو گوش نمیکنم.
شما که مرا نجات ندادید من شما را نصف میکنم. اگر رود و در رفت اجرای کار شهید شود کسی ای اویلای ما اسیان نمیکند. بس چون که در اولاد ما اسیانکار و خائن نیست بلکه وطن دوستدار است و نگران نیز نمیشوم، زیرا اگر مبادا به من چیزی شود پشتیبان نسیم برادرم یوسف است. نه انا همین خیل یوسف جان، انا همین خیل دادرکم. پرتو یوسف جان، پرتو. یوسف نکن این کار را. یوسف خوب هستید یوسف. با دستش آرام شو. بند دارید یکون چیز آرام شو، همش خوب شد. بیارید آرام شو. بسیار سخت هیچ غم نی. یعنی خیلی رفته. یعنی برداریم یک دو سه. من از تو مرگ خواستم، شهادت خواستم، تو به من عملیات ناموفق هدیه کردی. هدف را به حیرت گذاشتی سامان. خوب نشان گرفتن نتوانستی اما وجودم جانم میسوزد. کاش مرا میپراندی. ای کاش. اکای عریف خوب هستید؟ تشکر جمال. باز بالای تیر و آتش آمدی. تو سزاوار شامل شدن به گروه هستی. اگر تا حال آرزو داشته باشی مرحمت همیشه آماده ایم. اکا جان سلامت باشید. منت دارم. با مدیر گپ زدم. برای کارهای رسمی به تو کمک میکند. قبلا مبارک شود. این نیکی شما رو چگونه برمیگردونم نمیدونم. هیچ گپ نی. دعوت ما را قبول کردی. برای ما همینش بس است. رو نزد مدیر رو. تو را انتظار است. حجت هایت را آماده ساز. باسم مبارک شود. تشکر به شما. سامان نیت کشتن مرا داشته باشی مرحمت. جانم را بگیر. نزدیک نشو. با تو باور کرده بودم. با تمامی وجودم با تو باور کرده بودم. خوشبختی و حیات شیرین و خانه آباد را تنها با تو تصور میکردم. من چی؟ هنگام تکلیف خانه‌دار شوی تصور میکنی من چی فکر کردم؟ مرا سخت عذاب دادی، سخت. من تو را عذاب دادم؟ در سوریه کی را شکنجه و عذاب داده بودند؟ مرا
لحظه به خیالی روی تو نزیستم. چشمانت، تبسمت، چهرهت، همه این مانند ابر بهار بالای سرم بودند. من مرده بودم. ولی همچو باران به بالایم چکرهایت میریختند و همیشه خدایم را تولا میکردم. تنها یک دعا داشتم، تو را یک بار دیگر، تنها یک بار دیگر ببینم. من چی؟ مانندی دخترکی که لختکش را بودند در میانی راه دادم. از کار بر میگشتیم، یک جای خانه بنیاد میکردیم. نآمدی، اما همیشه در خوابم بودی. در خوابم به چشمانت نگریستم. خردکک اما خانه پرتی شد. در خانه ای که بوی بهشت به مشام میرسد. من سرگرمی خوراک پزی، تو روزنامه میخونی و فرزندانمان و سری دسترخوان نشسته. میخوایی که باز من از سر نو شکنجه بینم سومن؟ نه آخیر، تو را دوست داشتم، تو را دیوانه‌وار دوست داشتم. برای آن گفتم که این را بدانی. همه آرزوهایمان برباد رفتند، تنها یادشان ماندند سومن. اگر سلیم را نمیکشتی شاید به این حال گرفتار نمیشدیم. سومن درست میگی. اگر تو مرا قاتل نمیدانستی تماما دیگر خیل میشد. چی؟ همش را بافتم؟ خدایا، این را برای آن میپرسند که سخت دردم میکند، سخت عذابم میدهد. مگر تو این کار را نکردی؟ آیا قاتل تو نیستی؟ با چشمانم دیدم. آخر تو بودی. اما بدان که در اصل قاتل قلبی منی. بارک الله، باز یک جنایت دیگر بر سرم بار شد. آخر زنده بودی، چرا خبر ندادی؟ با یک نگاه دلم را بودی، گفتی بیا، اما خودت مرا پرتافته رفتی. سپس خبری مرگت آمد، چاره‌ای نداشتم، تنها بودم. مگر به شوهر برآمدنت شرط بود؟ آخر زنده بودی، چرا خبر ندادی؟ درست، از زندان، از حجره شکنجه دهید باید تلگرام روان میکردم. شخصی مخصوص، شخصی جسور عارف امیر، اما نهده برو. عارف امیره که برو شوندهش خبر زنده بودنش را رسانیده نمیتواند. محض برای تو زیستم، از آن دوزخ تنها برای تو برآمدم. برآمدی و چی شد؟ اکنون دوزخی من تو شدی. تو آخر تقدیرم بودی، تو از آن من بودی، آخر معجزه هم بودی. بس، طاقت شنیدن ندارم. برای برگرداندن من سلیم را کشتی. تو جانی من بودی، میفهمی جانم، پر ارزشترین چیزی دنیایم بودی، اما با پوشیدن آن انگشترین مرا به قتل رساندی. سومن مرا به قتل رساندی و حالا مرا قاتل گفته پیکرم را پاره پاره میکنی. جانت ها؟ ارزشترینت، معجزت برای تو شده. دیگر به معجزه باور ندارم. سومن تو چیکار میکنی؟ سلاحت رو پایان کن. اکنون مرا تنها معجزه نجات داده میتواند، چون که حالا ارزشترین چیزت را از تو میگیرم. سومن نکن، سومن التجا میکنم، دیوانگی نکن. سومن سلاحت را گذار. سومن التجا میکنم. سومن این در تمامی عمر برای تو کافی است. سومن از من خاطره.
زمان زمان یاری دهید زودتر با این خدایا یاری دهید آرامی جانم میرود التجا میکنم بیارید اینجا قربونت چی شد؟ نمیدانم بیهوش شد مدت بی نفس ماند خواهش میکنم او را به هوش آورید فهمیدم التماس به بیرون برایید خوب مالش خدایا مدد کن مرا تنها مگذار سامان عارف امیر شما؟ بله فرمان دستگیر کردن شما به ما رسید سامان سامان